تیریشت یکی از زیباترین یشت‌ها و در برگیرنده یکی از دلکشترین افسانه‌های اساطیری ایران است. تشتر ستاره و ایزدی فرهمند است که به صورت اسب سفید زیبایی با گوش‌های زرین و لگام زرنشان در پهنه آسمان جای دارد و همه آفریده‌ها خواهان دیدار اویند. اهورامزدا او را در شایستگی ستایش و برازندگی نیایش برابر خود آفریده است. نبرد اپوش دیو خشکی با تشتر ایزد باران در پهنه آسمان اوج برخورد ایرانیان با بیابی است. در تیریشت برای پیروزی بر اپوش از تشتر ستایش می شود، ایزدی که آبهای ایستاده و جاری، جویبارها، برف و باران همه خواهان دیدار اویند و در انتظار وقتی که چشمه‌های آب سترک‌تر از شانه اسب‌ها در جریان درآیند تا کشتزاران و دشت‌ها را و ریشه گیاهان را از رطوبت خود نیرو بخشد. نبرد تشتر رایومند فرهمند با اپوش دیو خشکسالی در 3 مرحله انجام می‌پذیرد و در تمام این مراحل تشتر رایومند فرهمند درخواست عبادت و باور مردمان را دارد. در این مبارزه مرحله اول تشتر به ظاهر جوان 15 ساله‌ای درخشان با چشمان روشن، بلند بالا، توانا و چابک در آسمان به پرواز در می‌آید. در مرحله دوم به شکل گاوی زرین شاخ و در مرحله سوم به پیکر اسبی سفید و زیبا با گوش‌های زرین و لگام زرنشان در فروغ پرواز می‌کند. و در نهایت بعد از 3 شبانه روز جنگیدن، دیو اپوش که در پیکر اسبی سیاه و مهیب می‌جنگد، به یاری اهورامزدا شکست خورده و 1000 گام از دریای فراخ کرد عقب رانده می‌شود. سپس تشتر رایومند فرهمند بانگ شادی برمی آورد که خوشا به من، خوشا به دین مزدا، خوشا به آبها و گیاهان، خوشا به مردمان. سپس باران و برف فرو می ریزد. اگر به ایران باستان و اساطیرش علاقمندید، پیج ما رو فالو داشته باشید. آنچه شنیدید تنها بخشی از افسانه تشتر رایومند فرهمند ایزد باران بود. در پست‌های بعدی اطلاعات بیشتری راجبش قرار میدید.